اما ما در طول 30 سال یگان مراتبه سخنرانی رحمان را، این همه راست و دروغ و این همه سپکتاکل و این همه اینا رو همه رو چرا ما باید یک بار تحلیل روانشناسی نکنیم که این آدم برای چی این رفتار رو میکند، برای چی این همه دروغ رو میگوید؟ یعنی وقتی که این حرفا رو میزند خود را چگونه تصور میکند امام علی رحمان؟ فرق ندارد. هر کسی که کمترین زندگی مردم از او وابسته است، برای مثال اگر صحبت من در یک قشر از جامعه تاثیر دارد، وقتی که حکومت آمد سخنرانی های ما رو تحلیل روانشناسی کرد، پس معنی رو دارد که حرف من تاثیر دارد. من مهمم که حکومت وقت جدا کرد، خواهش کرد یا سفارش داد که آنها آمدن تحلیل کردن یا دیگران رو هم. اما مگر امام علی رحمان همچون پرزیدنت برای تأثیرش به جامعه ما کم هست؟ مگر زندگی ما، زندگی 10 میلیون آدم از رفتاری او، از گفتاری او، از وضع سلامتی او، از وضع روانی او وابسته نیست؟ تحت تأثیر قرار نمیگیرد؟ کجا هستن متخصصان ما که از بودجه دولت تامین شدن، خواندن، معاش میگیرن؟ اینا هم از حساب ملت است. بیان به ملت تحلیل کنن که ملت عزیز، مسئولین جامعه، امام علی رحمان حالا از لحاظ روانی در این وضعیت است. این را نباید من تحلیل کنم یا یک بلاگر حکومتی یا اپوزیسیون که گاها میشنویم تعریف میکنن که ببین سلامتی او چقدر خوب است که مثلا چند ساعت بدون آب صحبت میکند. نه، این سلامتی نیست، این الکی بیماری است. یعنی وقتی یک انسان اما امروزها امام علی رحمان به همون دروغی که میگوید خودش الکی باور دارد، یعنی با اطمینان بیشتر میگه، چون به این نتیجه رسیده است که هیچ کس صحبت‌های او را زیر سوال نبرده است طول این همه سالها و هیچ کس تحلیل نکرده است که با او بگوید که استاپ، در اینجا سال گذشته این حرف رو گفتی، الان حرف دیگر گفته ایستادی، پس دروغ گفته ایستادی، پس باید جواب بگی، احتیاط کنی، رقم‌ها رو درست انتخاب کن. خودش میگوید که صاحب کاران 75 بنگاهی سرحدی ساختند. در کجای دنیا شما دیدید که صاحبکار تاجر بنگاه سرحدی یا بنگاه نظامی میسازد؟ این فقط در تاجیکستان است. امام رحمان میگه من کار کرده ایستادم. تو چطور کار کرده ایستادی؟ این صاحبکار ساخته ایستاده است و مجبور است که بسازد، راه دیگر ندارد. صاحبکاری وطن دوست، صاحبکاری ملت دوست و با انصاف که خودت خیلی تعریفشون کردی، همونی هست که فقط انداز میسپارد. در تمام دنیا صاحبکار دیگر هیچ مسئولیت در پیش دولت و ملت و قانون و وجدانش ندارد. کی گفته است که صاحبکار هم انداز بسپارد، هم پاره بدهد به پرزیدنت و به تمام کماندش، با هم از حساب درآمدش برد بنگاه تیبی و بنگاه سرحدی و نمیدونم راه و مکتب و هر چیز دیگر بسازد و باز مینت بشنود که هیچ کس کار نمیکنه. فقط صاحبکار آزادی ندارد، شهروند آزادی ندارد، بانکیر آزادی ندارد، تنها اعضای یک خانواده فرق ندارد، اون خانواده تجارت دارد، بانکیر هست، منصبدار هست، هر کی هست اون آزادی دارد. امام علی رحمان پیشرفت یا آزادی اقتصادی خانواده خودش را همچون پیشرفت یا آزادی اقتصادی ملت معرفی میکند. همین جا است که من میگم که متخصصان باید این را تحلیل اقتصادی کنند، تحلیل کارشناسانی کنند و چگونه میتواند مثلا همون صاحبکاری که 75 بنگاه نظامی را ساخت، تصور کنید اقتصاد رپرسیوی، یعنی او از پول خودش ساخت، آمد فکر کرد گفت که من نلاگ را سپرده ایستادم، معاشا را داده ایستادم، برای استحصالات هم باز مبلغ جدا کردم، برای امورتیزاسیون رسخود و برای همه چیز. بعد یک شیفت فکر کرد و گفت که نه، من باید حالا پولم زیادتی است، تا اون حد زیادتی است که من باید یک بنگاهی سرحدی در مثلا بین اشکاشیم در یا که شوراباد یک جا بسازم. این در کجا راست میگیرد؟ این تنها در اقتصاد رپرسیوی درست میگیرد. برای چی؟ برای آنکه تاجر صاحبکار باید انداز را سپارد، تمام دیگر. یک رکلام بود در زمان یلسین در شوروی، پلاتین نالوگ سپاکوینا، انداز را سپارو، در تمام دنیا همین است، انداز را سپار، راحت خواب کن. اما در تاجیکستان صاحبکار
انداز را می سپارد، خواب راحت ندارد. برای چی؟ برای که به او سپارش میدهند که تو در فلان جا باید که یک بنگاهی سرحدی، بنگاهی طبی، یک چیز دیگر بسازی، راه بسازی. اگر نساختی تو در اینجا تجارت کردن نمیتونی.